هنرمایه آفرینندگی برد راه بر سوی پایندگی. درود و پیام‌های فراوان بینندگان ارجمند تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. ما در هر برنامه تقریبا در موضوع آفرینندگی صحبت میکنیم و قابلیت‌های اقتدار و ظرفیت‌ها و پتانسیل ذهنی و فکری انسان را گوشزد میکنیم که یک انسان هوشمند میتواند که هدف‌های یک ملت را، یک قوم یا یک مردم را، یک جامعه را برآورده سازد و سطح بلندی تمدنی و فرهنگی برساند. با توجه به این یک صحبت آراستیم با اقتصاددان خادم پیشبر علمی شعبه تشکل هویت ملی و عموی‌سازی علمی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان مهر صابریان در اطراف موضوع ذهن صنعی و ظرفیت‌های تخصصی. این صحبت ما هم در دایره سفر اخیری که اقتصاددان ما مهر صابریان گرامی به هندوستان داشتند در دایره برنامه همکاری‌های تکنیکی و اقتصادی هندوستان که با نام مختصری مخفف ایتک معروف است. اونجا رفتن حدود 12-14 روز اونجا بودن. در همین برنامه تخصصی ذهنی صنعی در کارگاه تدریس کردند، خواندند، آموختن، آموزش گذراندند، در سمینار مشورت‌های علمی و تخصصی شرکت ورزیدند و صحبت من در دایره همین صورت میگیرد. خوش آمدید مهر گرامی با برنامه و از همان آغاز کنیم از محتوا و مضمونمون درجه کلی همین برنامه ایتک صحبت کنیم، بعد صحبت را ادامه میدیم. بفرمایید. برنامه ایتک یک برنامه حکومت هندوستان است که از سال 1964 این جانب ادامه دارد و در دایره این برنامه حکومت هندوستان با واسطه وزارت کارهای خارجی آن از تمام کشورهای همکار، کشورهای رو به رشد متخصصان را جلب می‌کند و آن متخصصان در ساحه‌های گوناگون از تکنیک اطلاعاتی سر کرده تا تیپ، تا کشاورزی، تا معماری، در همین ساحه‌ها آنها متخصص جلب می‌کنند. متخصصان را با تجربه خود آشنا می‌کنند و پیشتر این کورس‌هایی که در دایره این برنامه همکاری‌های تکنیکی و اقتصادی هندوستان برگزار می‌شد مهلتشون درازتر بود و کمتر بودند. حاضر مهلتشون کوتاه‌تر شده است اما برنامه‌ها زیادند و در طول این سال‌ها در دایره همین برنامه حکومت هندوستان توانسته است که زیاده از 200,000 متخصص را از 160 کشوری جهان جلب سازد و آنها را در ساحه‌های گوناگون آموزش دهد، با تجربه خود آشنا کند و اینها در کشورهای خود برگشته از آن تجربه حتما که استفاده میکنند و این برنامه در برابر این آموزش باز قسمتی فرهنگی هم دارد که حکومت هندوستان با واسطه این برنامه میخواهد که فرهنگ خود را، کشور خود را، تمدن خود را، مردم خود را با نمایندگان دیگر کشورها آشنا سازد و یک پیوند ملت‌ها را به میان آورد که این پیوند تواند با یک همکاری بین المللی تبدیل یابد و در مجموع با جامعه جهانی یک منفعتی بیشتر آورد. من فکر میکنم که این برنامه نه تنها در پیوند بین مردم هندوستان با دیگر کشورها بلکه در پیوند با دیگر ملت‌ها خیلی سهم ارزنده دارد، چون که بینید در همین یک کورسی که ما انتخاب کردیم رفتیم نمایندگان 16 کشور بودند. اگر ما خود هندوستان رو در بر گیریم 17 کشور می شود و ما در این دایره این برنامه با هم مناسبت داشتیم، با هم شناختیم، با فرهنگ و عادت‌های یکدیگر تا درجه آشنا شدیم و یک پیوند بین نمایندگان همین ملت‌های گوناگون با وقوع پیوست که فکر می‌کنم در آینده هم میتواند در راستای برنامه‌های علاهیده اینها با هم همکاری کند یا اینکه در نوشتن و تحقیقات‌های موضوعهای علاهیده اینها میتوانند با هم همکاری کنند و این یک نتیجه میدهد که نه تنها برای هندوستان منفعت آور است بلکه برای همین 16 کشور دیگری که در اینجا حضور داشتند میتواند منفعت آور باشد. از چی گفتگو کنیم مهر گرامی؟ از اون ایالت پنجاب و چندیگر، در چندیگر برگزار شد همین سمینار 12 روز ادامه یافت.
از همون تخصصی که شما انتخاب کردید، مثلا در بین اون قدر اختصاصایی که در پروگرام یا برنامه بودن، شما همین موضوع ذهن صنعی در کارگاه انتخاب کردید. اولا دیگر اینکه از ظرفیت‌های تخصصی اون کارشناسان، هیئت کارشناسی که با شما گفتگو کردن، سمینار مشورت‌ها گذراندن، از اونا یک کم برای بینندگان معلومات. پیش از همه باید قید کرد که سفارت جمهوری هندوستان در تاجیکستان و مخصوصا جناب سفیر و اون مسئول اساسی برنامه آیتی که سنجای بد نام دارد، اینها بسیار یک روندی شفاف و عادی رو برای قبول شدن به این برنامه همچون اشتراکچی براه ماندند که یک کارمند از چه مؤسسه دولتی باشد چه غیر دولتی در تاجیکستان با آسانی میتواند از روی خط کورس هایی که آنها هر سال از 1 ینور سر کرده پهن می‌سازند، با آسانی با واسطه اینترنت در سامانه آنها درآید، روی خط کورس ها رو بیند، کدام کورسی که برای اختصاص خودش سازگار است و میخواهد که در آن اشتراک کند آن را انتخاب کند، در آنجا فرم همچون یک اپلیکیشن پر میکند و روان میکند. و این در همین راستا وقتی که ما در اخیر ماه ینور بود، در روزهای جشن جمهوری هندوستان که روز 25 ینور راست میآید، ما با گفتگو داشتیم و تبریک کردیم با این نماینده های سفارت و آنها هم خاطررسان کردند که کورس های نو راه اندازی شده، شما می توانید از سامانه بینید و انتخاب کنید. و وقتی که ما در آنجا دیدیم و وقتی که همین کورسی ذهن صنعی در کارگاه ها من دیدم، معلوم است که امروز همه ساحه ها با یک راه واسطه به ذهن صنعی نیاز دارند و با ذهن صنعی کار میکنند. و چون که شما هم شاهدین، ما در اکادمی ملی علم ها برای کارکرد آن مواد هایی که باید که آموخته شوند تا درجه از ذهن صنعی استفاده میبریم. خلاصه یک کتاب یک مواد است، یک مقاله است، از آن تستر میگیریم و وقتی که خلاصه رو میبینیم که همین به موضوع ما ربط دارد، ما همون کتاب یا مقاله را در روی خط موادهایی که باید حتما خوانده شوند وارد می‌سازیم. این کاری ما را یک تا 30-40% آسان‌تر می‌سازد. و البته که ما یک قسمی این تکنولوژی‌های نوی که ذهن صنعی هست استفاده می‌کردیم، اما باز هم در این راستا برای ما بیشتر معلومات پیدا کردن لازم بود. من همین کورس رو انتخاب کردم که در برابر من از دیگر کارخانه و تشکیلات‌های دولتی و غیر دولتی باز از تاجیکستان 7 نفر دیگر انتخاب کرده بود و این برنامه بیشتر نگرانیده شده بود به 3 دولت که یکیش تاجیکستان بود. و نمایندگان سفارتی هندوستان در تاجیکستان با یک از خود نشان دادن یک تخصصمندی بلند همه ما رو به یک روند آسانی حجتگذاری کمک کردن و ما توانستیم که اشتراکچی همین برنامه باشیم. در خصوص ظرفیت ها هیئت کارشناسی. بله، وقتی که ما از اینجا سفر کردیم در شهر چندیگری ایالات پنجاب، در آنجا یک مرکزی آموزشی است که یک مرکزی رشدی حساببراری پیشرفته است که در آنجا این مرکز خودش فیلال های زیاد دارد و یکی از فیلال هاش در همین شهر چندیگر بوده است که سیدک محلی نام دارد. و این مرکز از سال 1988 راه اندازی شده که در آنجا بیشتر تحقیقات های در ساحه همین تکنولوژی اطلاعاتی میبرند و در آنجا برنامه ها و نرم افزارهای میسازند که در تمام ساحه ها استفاده میشوند، سر کرده از تیپ، از کیبر بخطری، از رفته تا کشاورزی و رفته تا دیگر ساحه ها در اینجا برنامه میسازند. در برابر این آموزش میدهند. در آنجا دانشجوهای زیادی هم هستند که در لابراتوری های کلان مشغول به آموختن هستند و همزمان مشغول به ساختن نرم افزارهایی که دولت هندوستان بیشتر نیاز دارد. و در اینجا همگی 2 استاد همین مؤسسه به ما لکسیا خواندن که هر دو هم جوان بودن، یکی با نام هیمانشو رجک بود و دیگری با نام تاجیکی شبنم. و این 2 استاد معلوم است که در ساحه ذهن صنعی خیلی تجربه زیاد دارند، مخصوصا در ساحه استفاده بری آنها. از بس که در این کورس از 37 نفری که از 16 دولت بود، برنامه‌ریز در آنجا کم بود. بسیار حقوق شناس بودند، در دانشگاه کار می‌کردند، در ساحه تیپ کار می‌کردند، اما در همین ساحه ها هم در این روزها از ذهن صنعی فراوان استفاده می‌شود و همه آنها باید که استفاده بری همین تکنولوژی‌های نوی که ذهن صنعی هست باید می‌آموختند. برای همین اینها با ما بیشتر از معرفی کردن همین تکنولوژی‌هایی که امروز
کدام تکنولوژی ها وجود دارند، کدام تکنولوژی ها سازوار باوری هستند و چی طور شما می توانید در کارگاه خود آن را استفاده برید. همین چیزها را با ما در یک سطح بلند تخصصی آموختن، نشان دادن و در هر یک روزهای معین آنها کوشش میکردن که برای یک ساحه کدام تکنولوژی ها بیشتر مفید است برای استفاده بردنشون، کدامش پولکی است و کدامش که میتوانید شما رایگان استفاده کنید و در کارگاه خود تا آن جایی که امکان است استفاده برید. و یک روزش مخصوصا آنها جدا کردن برای معرفی کردن محصولاتی که در خود همین مرکز استحصال شده است و امروز در ساحه‌های گوناگون در هندوستان مورد استفاده هستند. این هم یک معرفی خیلی خوب بود برای ما. ما هم دیدیم که یک مرکز علمی میتوانست است در رشد اقتصادی کشور خود سهم داشته باشد. هم یعنی استحصال اختراع میکرد، هم به فروش میگذاشت است محصولاتش. در فروش هم دارند، برای خارجی ها هم در فروش دارند، برای داخلی هندوستان هم دارند. در برابر این با دانشجویان زیاد تعلیم میدهند، متخصص تیار میکنند و از آن متخصصان باز هم برای آفریدن تکنولوژی نو استفاده میکنند. در مورد مهر گرامی، در مورد محیط شهر چندیگری ایالت پنجاه، محیط فرهنگی و مدنی و هنری و اخلاقی اون صحبت کنید، چون که چند روز بودید با دایره‌های گوناگون صحبت کردید. بیرون از اون مثلا برنامه‌های فرهنگی فراغتی هم داشتید، برنامه‌های دیداری هم داشتید، گفتگوها هم داشتید. از این خصوص صحبت کنید. شهر چندیگر برای ما خیلی عجیب بود که یک شهری با نقشه گرفته ساخته شده، تازه، کوچه‌ها تازه، 4 میلیون اهالی دارد اما کوچه‌ها آدم کم دارند. در تمام کوچه‌ها حکومت امروزه همان شهر چندیگر سیاستی پیش گرفته است که راههای دوچرخه سواران سازد. همه کوچه‌ها راههای دوچرخه سواری دارد، تازه و آزاده هستند، مردم بیشتر به دوچرخه حرکت میکنند و خیلی عجیب است که در این شهر 4 میلیونه خیلی تنبشوی ماشین‌ها را شما کم میبینید. این یک چیزی تاثیرات اولین بود که ما دیدیم و خیلی حیران شدیم. بود هواش هم در ماه مارت تقریبا با بود هوای دوشنبه در ماه اپریل مانند است. خیلی بود هوای فورم، خوب، شهر سبز، همه شهر به سکتورها تقسیم شده است و این اولین شهری است که هندوستان صاحب استقلال در سالهای 50 با جلب معماران مشهور اروپایی، فرانسوی، سوئدی به نقشه گرفته است و ساخته است و خیلی شهر زیبا هم هست. امروز چندیگر فکر میکنم یکی از شهرهای زیباترین هندوستان باید باشد و از نقطه نظر تازگی و از نقطه نظر مناسبت مردم خیلی شهری خوب است و ما بعداً روزهای اول بیشتر با درس جلب شده بودیم و اما روزهای بعدی دیگر امکان فراهم آمد که ما با کوچه و بازار رویم، با مرکزهای فرهنگی رویم، با موزه ها رویم. در اینجا با مردم دیگر روبرو میشوی، با مردم معامله میکنی، با مردم صحبت میکنی. مردمش هم بیشتر مانند با مردم خودمان هستند. 14 روزی که ما در همون شهر گشتیم و دیدیم، یگان جا ما ندیدیم که دو ساکین همون شهر با هم بحثی جنجالی بلند داشته ایستاده باشه. همه به هم دیگر مهربان بودن. صدا بلند نیست. صدای بلند نیست. یک خیلی شهری دلکش و خوب بود و وقتی که ما با پارک ها می رفتیم اونجا یک کاپیتال کمپلکس میگویند، یک کمپلکسی است که در اونجا مجمعی است که در اونجا هم پارلمانی همین شتات پنجاب و هم بینای سودی عالی اون در همونجا هست و چند بینای معمولی دیگر، اما این مجموعه بسته است. در اینجا هر کس آزادانه در آمدن نمیتواند. مخصوصا همین بینای پارلمانی اون در روی خط میراث‌های فرهنگی یونسکو وارد شده است. در اینجا دیدیم در پهلوی آن یک خیلی کلی زیبا منظری سکن لیک است که در آنجا مردم هم تماشا میکنند، هم در آنجا رستوران ها هستند، هم باغ ها هستند. در همین یک نزدیکی مجموعه کاپیتال یک چند باغ و کول و دیگر مؤسسه‌های فرهنگی هستند که برای تماشا و دیدن خیلی خوب هستند و من فکر میکنم همان هدف دومی که حکومت هندوستان دارد، معرفی کشور خود به خارجیان در دایره برنامه ایتک، در این شهر برای ما بسیار خوب معرفی گردید و می توان گفت که در این شهر یک تاجیک و یک آدمی که از کوچه های دوشنبه یا که از منظره های زیبا منظری تاجیکستان می رود خود را بیگانه حس نمی کند، چون که هواش هم از دیگر منطقه های هندوستان فرق می کند. هوای فورم است. شهر خودش هم شهری سبز است با مانندی دوشنبه و دیگر مانندی هایی که در این شهر ما دیده می توانیم. و بعداً حتما از خوراک‌های این شهر باید گفت.
در اینجا خوراک‌های هندوستانی خیلی خوب هستند و در تمام رستوران و آشخانه‌هایی که می‌روید نرخ خیلی نسبتاً به کشورهای آسیای مرکزی ارزان است و در دیگر جایها هم چه فروشگاه باشد چه بازار باشد فرق میکند، چون که من فکر میکنم هندوستان بازاری کلان است و اکثر شرکت‌های بین‌المللی در این کشور کارخانه‌های استحصالی دارند و این محصولات استحصال شده با نرخ‌های ارزان به شهروندان هندوستان و به خارجیان هم پیشکش کرده شدند. این هم یکی از پهلوهای مثبت همین شهر است و در مجموع پهلوهای مثبت هندوستان میباشد. در گفتگوهایی که با مثلا اون تیم آموزشی که بودید، بازآموزی که یک جا بودید و در گفتگوهایی که با قشرهای گوناگون اجتماعی مخصوصا قشر تحقیقی که داشتید در مورد فرهنگ تمدنی آریایی چی نظر دارند و چی تأثیرات برداشت‌ها دارند؟ این صحبت‌ها شدن نشدن، مثلا در صحبت‌های سر راهی که داشتی با اینا، در صحبت‌هایی که بعدی مثلا اون مشورت‌ها و سمینارها میشدن، همینطور موقع‌ها هم بود که از این خصوص صحبت کنید و نظر اونا را پرسان شوید؟ معلوم است که ما از تاجیکستان 8 نفر بودیم و هر نماینده یک ملتی که میآید تنها وظیفه او آموختن هندوستان نیست، بلکه معرفی وطن و میهن خود است. و خوشبختانه ما با 7 نفر جوان که من در آنجا اشتراک داشتم، همگی یک متخصصای خوب بودند، همگی یک معامله خیلی خوب انسانی داشتند، فعال بودند، از دانش خود را در هم درس و هم بیرون از درس نشان میدادند. یک دختری دیگر بود و 6 پسری دیگر، ما 8 نفر بودیم و وقتی که من توجه میکردم با این همه عمل و رفتاری که هم میهنان من در آنجا میکنند، جوان هستند، چه خیلی ملت ما را معرفی میکنند. سوال شما این بود که آنها در این مسئله خبر دارند؟ نه، از بس که در اینجا از فیجی سر کرده یک جزیره‌ای که در میان اقیانوس است و منظورم خود معلمان و بله. معلمان هم آنها در این مسئله اونقدر از خود دانش نشون نمیدهند، اما این وظیفه ما بود که خود را معرفی کنیم و فکر میکنم تیم ما از تاجیکستان خیلی خوب توانست که فرهنگ تاجیک را، ملت تاجیک را و یک نماینده ملت تاجیک را معرفی کند. و وقتی که من توجه میکردم آخرین باری که ما با یک شهری دیگر امریستر نام داره که در آنجا گلدن تمپل، یک تمپلی سیخ خاکی بود، بر آنجا تماشا بردند و وقتی که در راهی برگشتن الکی خوراکی شام شد و در آنجا یک هممیهن ما با نام معراج که متخصص ساحه انرژتیک است و از جای خود خست در وقتی برای خود باید خوراک میگرفت، خوراک رو گرفت، تمام اتوبوس گشته به همه پیشنهاد کرد، هر یک خرما میگیرد، آب میگیرد، به همه پیشنهاد کرد و در همان جا من مشاهده کردم که فرهنگ ما دیگر است. فرهنگ ما میتوان که با آن نازید، یعنی که این جوانان هم در همان جایی که هیچ کس برای همشهری خود خسته آب و خوراک پیشنهاد نمیکند، اما یک تاجیکستانی خسته است برای نماینده 16 کشور دیگر آب و خوراک پیشنهاد میکند، از خود یک تمدن، یک فرهنگی بلند نشان میدهد. و در اینجا من هم در یک محفلی بخشیده به خاتمه یابی همین کرسی ما بود سخنرانی کردم و در آنجا بر همون زبان انگلیسی به همش تاکید کردم که من از همین رفتار و کردار هممیهنان خود همچون یک تاجیک افتخار میکنم. تشکر زیاد مهر گرامی. یک نتیجه گیری کنیم همین صحبت مونه از اون مثلا تخصصی که گرفتید ذهنی صنعی در کارگاه، یک بخشی همون استفاده منصفانه از ذهنی صنعی در کارگاه است. همینه به صفتی نتیجه گیری توضیح دیم و برنامه رو به اتمام رسانیم. خب این موضوع رو در یک روزی معین برای ما هیمشو رجک همان استادی همون دانشگاه لکسیا خوندن، گذراندن و معلوم است که ذهن صنعی امروزها مخصوصا در ساحه‌های ایجادکاری بسیار کارها را کرده میتواند، اما و در همون آنجا هم تاکید شد، در بحث‌هایی که ما داشتیم هم تاکید شد که نباید که ذهن صنعی، محصول ذهن صنعی را همچون محصول شخصی خود معرفی کرد و در این جای یک به انصافی و به وجدانی میشود و در همین مسئله بسیار بحث‌ها هم شد در آنجا که چطور میتوان که این رو پیشگیری کرد. اما فکر میکنم که امروز ما فقط با اخلاق و وجدان همون استفاده برندگان تکیه میکنیم، چون که دیگر تا آن درجه حاضر تکنولوژی پیشگیری از این کارهای ناشایسته رشد نکردن و خیلی مشکل است که ما این رو پیشگیری کنیم و امکان دارد که یک آدمی که میخواهد خود را با طوری نادرست معرفی کند از این تکنولوژی ها سوء استفاده کند
و اما برای کمک در کارگاه این خیلی خوب است. می توانید کمک وقتی که شما 10 مواد 10 کتاب برای یک موضوع دسترس میکنید که همه اون رو خواندن وقتی زیاد میگیرد، شما می توانید خلاصه آن را با واسطه ذهن سنی گیرید، گوش کنید و یا که خوانید. ذهن سنی می تواند که آن را همچون صدا برای شما تیار کند، همچون نوشته در شکل صدایی در شکل صدایی، ویدیویی، نوشته، هر شکلی که باشد تیار کند. شنیداری بله، شما می توانید آن را خلاصه آن را گوش کنید در دوام نیم ساعت 20 دقیقه خلاصه کنید که همین کتاب ارزش خواندن من را دارد یا نه. و تنها همان شاید 5 یا 4 کتابی که بر موضوع شما بیشتر دخل دارد همان را میخوانید. در برابر اون مقاله های دیگر را می توانید که شما یک نوشته خود را آماده کنید، یک فکر خود را سازید و در اساس آن هم مقاله نویسید، هم نتیجه آن را با واسطه تلویزیون و رادیو به مردم رسانید. تشکر زیاد مهری گرامی. من فکر میکنم که بینندگان تلویزیون هم از آنچه که خیلی مختصرم که گفتید، از اون در حاشیه سفرتان، برداشت سفرتان چیزهایی میگیرند و کوشش میکنند که در همین گونه برنامه‌ها شرکت ورزند، برنده این برنامه‌ها شوند و در رشد اقتصاد و تکنولوژی ما سهمی مناسب دارند، مخصوصا در رشد در شناخت همین یک برنامه بزرگ جهانی، پروژه برنامه بزرگ جهانی با نام ذهن سنی سهمی فعال بگیرند. یادآور میشویم که در صحبت ما قرار داشتن اقتصادشناس، خادم پیشبری علمی شعبه تشکل هویت ملی و عمومی‌سازی علمی نزد ریاست اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، مهر صابریان. زنده باشید مهر. تشکر زیاد که سپاسگزارم از دعوت پذیرفتید و برنامه آوردید. و پایان برنامه رسیدیم. لحظه خوش، روزگاری بردوام، دایما ایامتان بادا و کام.